چیکار داریم میکنیم؟ بابا بزرگ شده ها؟ شما تو حیات خونه من چیکار دارین ها؟ خجالت نمیکشید؟ آروم باش هیچی نیست بابا بزرگ جان. برو کنار ظریفه، برو کنار، میخوام این بیشرفا رو ببینم. بابا بزرگ تموم شد، آروم باش، اونو بده به من. میزنمشون. نه تموم شد، آروم باشین. داده ساواش انگار رسیدیم تای خط. حالا بگیم ببینم اول کدومتون رو بزنم؟ عشق هزار تا شکل داره، هزار تا چهره داره. وقتی در قلبتون رو به روی هر کسی باز کنین، اونم به راحتی میذاره میره. پس مراقب باش. عشق واقعی مثل تیر میمونه، یه ردی به جا میذاره و بعد میره. بابا بزرگ جان بسه. تو دخالت نکن، برو کنار. ظریفه نری یه وقت. راست میگه، تکون نخور. باشه ساکت باش. به خدای ما رو میکشه ظریفه. ظریفه میگم برو کنار. بیا اینجا بیا. خیلی خوب پناه گرفتین، تموم شد. خیلی خوب، به شما چه؟ دلم بخواد میمونم، دلم نخواد میرم. دلت بخواد بری که ما رو میکشه. مگه من گفتم بیاین اینجا؟ ما می‌خواستیم باهات آشتی کنیم، یعنی اشتباه کردیم اومدیم. غلط کردیم، غلط. آره می‌خواستین آشتی کنی، همش منو اذیت می‌کنی. فقط همین؟ الان وقت این حرفا نیست که ظریف جون. اتفاقا الان بهترین وقته. شما همش منو مسخره می‌کنی. باید ازم معذرت خواهی کنین وگرنه میرم اونورا. ظریفه مگه ما با چیکار کردیم؟ دیگه می‌خواستین چیکار کنین؟ کی بود میگفت دنبالش چهر میگرده؟ چه می‌دونم همش حرف منو تو می‌گفتی. شوخی سرت نمیشه مثل اینکه. راست میگه دیگه، شوخی بوده. آره خیلی خنده‌دار بود. خندیدم. باید معذرت خواهی کنین وگرنه میرم کنار. دختر بیا این طرف، دیوونه بازی در نیار. ساکت شو پسر، ساکت شو ببینم، ساکت شو. ازش معذرت خواهی کن. من چه خودت معذرت خواهی کن. خیلی لجبازه، نمیفهمی که. لجباز خودت یا بابا بزرگ اینو بزن، خیلی حرف دختر می‌زنی. چیکار میکنه؟ بیا اینجا ببینم. باشه معذرت میخوایم دیگه، مگه نه ساواش ها؟ معذرت میخوام، تو بیا اینجا بمون ببینم. تکون نخورید. وای بابا میخواد بکشتشون. بابا چیکار میکنی؟ یارشه چرا سرم داد میزنی اون ها؟ طرف چیکار میکنی؟ بابا در روی محمود تفنگ میکشی آخه. پسر ماخه تو چه میدونی اینا اومده؟ کجا فرار کردن اینا؟ پسرای گستاخ بی ادب. بیا بریم بابا بزرگ، بیا. بابا هر چی سنت میره بالاتر بیشتر مثل بچه‌ها میشی. خجالت نمیکشن چرا اومدن. می‌خواستی اونا رو بزنی آخه؟ میبینی دختره؟ داره میاد؟ نه ولی واقعا شانس آوردی. نزدیک بود بریم اون دنیا. به خدا اینا خانوادگی همشون یکی دیوونه ترن. آره راست میگی. دارین چیکار میکنی ها؟ به جای عذرخواهی تازه داره میخنده، بی تربیت. نزدیک بود به خاطر تو بمیریم. نه ترسیم بابا، نمردین که. تو اون تفنگ فقط یه دونه تیر بود. چی؟ یعنی چی آخه؟ تفنگش تک تیر بود. چرا از اول اینو نگفتی؟ چرا الکی جو دادی ها؟ چرا باید میگفتم ها؟ چرا باید میگفتم؟ وقتی میشه سر کارتون گذاشت چرا باید بهتون بگم ها؟ قیافه‌شون رو ببین، خیلی ترسیدی نره. خدا شفاعت بده. برو چی؟ با این دختره باید چیکار کنیم؟ همش میگه باید معذرت خواهی کنیم. آره یه جور باز دلشو به دست بیاریم. باز خاطر بابا میگم دیگه. ولی اون دارو رو پیدا نمی‌کنیم. اگه به خاطر بابا نبود که منم نمیتونستم تحملش کنم، چون به همین راحتی از کسی معذرت خواهی نمیکنه. نتیجه مثلا خواست دل دختره رو به دست بیاره، آبرومونو برد. اگه تو خوب بودی؟ پسر من نگران تو بوده. پس واسه همین میلرزید یاره؟ اینقدر به جون هم نیفتی. یه کار ساده ازتون خواستم، ما خیلی ساده. قرار بود دستور دارو رو بیارین، فقط همین. بچه‌ها تو این کار پول زیادی هست، چرا نمیفهمی پول زیاده؟ بابا اگه این نبود من کارو تموم میکردم دیگه. همش زیر دست و پای منه. یه چیزی بهش بگو. خود نمیخواد شلوغش کنی، باریش بس کن دیگه. خیلی نامردم اگه به خاطر خودم بخوام. به خاطر مادرتونه. زن بیچاره سالاس حسرت یه خونه به دلش مونده. من واسه شفیقه، واسه عشقم، حتی یه قفسم نتونستم بخرم. اما الان بهترین فرصت گیرمون اومده. وقتی دستور اون دارو رو بفروشم، اولین کاری که میکنم یه خونه واسه مامانتون بخرم. البته بعد اینکه اون ماشین آخر مدل رو واسه شما خریدم. با باشه بابا جون، قصه نخور. خودتو ناراحت نکن. بالاخره یه راهی براش پیدا میکنیم. نگران نباش. خیرت راحت میشه.
میذاشتی الان یه تیر تو پای اون پسره از خدا بیخبر خالی میکرد. وای دلم میخواد فریاد بزنم. بابا آخه معلوم هست چی کار میکنی؟ رفتی روشون تفنگ کشیدی آخه. اگه میخورد بهش چی؟ ببین وقتی یه تفنگ دستت میگیری باید بزنی، وگرنه دیگه نباید اسم خودتو بذاری. ای بابا من چی میگم این چی میگه بابا میدونی چی میشه ها؟ میدونی آخر چی میشه؟ یه روز آخر تا راه نفس منو نبندی آروم نمیگیری. فشارتون 17 روی 9. خیلی فشارتون بالا. نه دخترم این خرابه، اشتباه گرفتی. یه بار دیگه بگیر دیگه. بابا بزرگ 2 بار گرفتم دیگه. ببینم دخترم اون پسرا کجا فرار کردن ها؟ با تو کاری داشتن؟ آره؟ با من؟ آره. با من چی کار میتونن داشته باشن؟ اونا بچه‌های خوبی هن. خیلی محترمن. که بچه‌های خوبی؟ آره آب میخواستن برای همین اومده بودن. واقعا راست میگی؟ بله راست میگم. اگه تو میگی پس حتما خوبه. ببین بابا با چیکار کنه. ببین بابا نباید درد سر درست کنی. دختران شما هم یه خورده مراقب پدر بزرگتون باشید دیگه. امروز باید خونه بمونه، نرو بیرون، هوا هم گرمه بابا. یه وقت بیرون میری بلایی سرش میاد، حالا بیا و درستش کن. امینه دخترم تو گوشت با منه یا نه؟ بله بابا جون، اما حرف گوش نمیده که همش میگه مگه بچه‌ام. مگه من بچه‌ام؟ بفرما، من چطوری جلوی اینو بگیرم؟ به جای اینکه بری سراغ گربه هایی توی حیاط یکم هوای بابا بزرگو داشته باشی میشه. خواهر جون میشه با من کاری نداشته باشی؟ بچه گربه‌ای که توی حیاطو میگه آخه براشون غذا میبرم میدونی. آره بابا جون درست میگه. تو حیاط بچه گربه داریم، اینم دیگه شورشو درآورده روزی 3 نوبت براشون غذا میبره. خواهر بس کن. گوش کن امینه، انقدر بخاره جرو بس نکنین. فقط من مقصرم آره، چون از همه کوچیک‌ترم همش به من زور بگین باشه؟ همش به من زور میگن. وای خدایا خودت به هم سب بده. مثل این برنامه‌های تلویزیونی باز شروع کرد به گریه کردن. ظریفه داروهای پدر بزرگتو بهش بده. اون تفنگم بردار یه جا قایمش کن باشه. بابا بزرگت برامون دردسر درست می‌کنه. چشم بابا جون چشم. من دیگه دارم میرم. صبر کن منم باید میام. بابا تو جایی نمیگم. بمون تو خونه یکم استراحت کن. پسر جون من حالم خوبه، مگه من مریضم؟ میخوام برم فاطمه رو ببینم آخه. نه خیر لازم نکرده، یه 2 دقیقه صبر کن. بابا جون بریم. خودت برو بابا جون تموم شد نگران نباش. کنم از دست اینا. بریم بیا. برو به سلامت خیالت راحت. حسین تا بعد از ظهر کسی رو قبول نکن، میخوام بیام پیشت. قرار بود یکی بیاد اما ردش میکنه. تشریف بیار آقا رستم. نگاه کن تو رو خدا چه کلاسی میذاره. خدا نکشتت پسر، انقدر دروغ نگو. تو که صبح تا شب مگس میپرونی چرا این حرفو میزنی؟ مهمونات چطورن ساله؟ اگه تو کارمان راحت نیستن بگو بیان رو سرمون بشینن. بدبختی که یکی دوتا نیست. خدایا خودت بهم صبر بده. بله دیگه تو این روستا هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه. انگار گاهی وقت باید یادآوری کنم که تو اینجا آقا رستم هست. تو به کار خودت برس رستم. تو به مردم چی کار داری؟ بعدش هم اونا جلوی در خونه من هستن، به تو چه مربوطه؟ منم همینو میگم دیگه ساله. اگه اونا مهمونای تو هن بالاخره یک گندی ازشون در مگه بده؟ تو هم بگم نگم تنت میخوره ها. با من بحث نکن ساله. غریبه ها نمیتونن تو این روستا بمونن. مگه نه آقایون؟ نمیتونن تو این روستا بمونن. شنیدی مردم چی گفتن؟ تو اولین فرصت اونا باید از این روستا برن. همین که گفتم. هیچ کس جایی نمیره. آدمایی که تصادف کردن باید بیرونشون میکنن. من این چیزا حالیم نیست. اگه اونا رو بیرون کردی که کردی، وگرنه چی؟ انگار این آقا رستم نمیخواد بیخیال بشه. نگاه کن. آره وگرنه چی؟ یه روستا رو جمع میکنم و خودم یه فکری براشون میکنم. منو دیوونه نکن رستم. مردمم آلت کارای زشت خودت نکن. بالا خوب گوش بده ببین چی میگم آقا رستم. من شبیه این آدمایی که اطرافت میبینی نیستم. کمک کردن به آدمای نیازمند از پدرامون برای ما به ارث مونده. اما اگه تو مثل گذشته میخوای شر درست کنی، به خدا این دفعه دیگه بهت رحم نمیکنم. اینو جدا میگم. اینم حرف آقا. تمام. به چی نگاه میکنی؟ مگه فیلم سینماییه؟
صداش میخورد تو سرت ساکت امینه. شو. خواهرم صدا تو میشناسه. مگه از خواهرت میترسم؟ بذار بشنوه. بله آقا عثمان بله. یعنی حرفا باور نمیکنی؟ خوشگله. برو پی کارت. بابا بزرگم از صبح مثل گلادیاتور داره میچرخه، ببینتت کشتتت. من برای تو حاضرم بمیرم. همه این خاک فدای یه تارمود. برو کنار، دارم میام پیشه. کجا میخوای بیای عثمان؟ عثمان داری چی کار میکنی؟ باز دیوونه شدی؟ بابا بزرگم هیچ به خدا اگه خواهرم ببینه خون را میفته. برو. خدا نمیذارم بیای. عثمان میخوای دردسر درست کنی؟ عثمان نیا، دیوونه شدی؟ قربونت اومدم. ای بابا اومدم. یکی الان میبینه. آقا رستم خوش اومدی، صفا آوردی. بفرما رئیس. هیچم خوشم نیومد. بفرما بشین. خب البته نشستی. خیر باشه رئیس، چرا اینقدر اعصابت خورده ها؟ اون آدما که هنوز تو روستان مختار، مگه نگفتی خودم این قضیه رو درستش میکنم؟ خب میدونی چیز شد. حرف بی خود نزن. چی شد؟ بگو. بگو. چیز انقدر کشش نده، بگو دیگه. خب راستشو بخوای خودم رفتم باشون حرف زدم، بعد گفتن ماشینشون خراب شده. یعنی چی که ماشینشون خراب شده؟ خب کار نمیکنه دیگه. به جای اینکه اینجا بشینی میرفتی تعمیرش میکردی. والا رئیس شمعش میخواد، وگرنه من با هیئت خودم میرفتم اونجا کاروانو هل میدادیم، یه جوری راش مینداختیم، بالاخره دیگه هلش میدادیم. آره اینطوری دیگه. من چه اشتباهی کردم گفتم تو باید شهردار دور از جون رئیس، این چه حرفیه بابا؟ بعد این همه سال که هیولا هم شدم دیگه باید چیکار میکردم آخه؟ اصلا نیاز نیست هیولا بشی مختار. تو همین جوریش هم ترسناکی، شبیه هیولا میمونی. اگه قرار باشه همه کارا رو من بکنم پس تو چی کاری؟ همینجوری پیش بری بیشتر از اینا دلتنگم میشی. خوشگل من هر احتمالی رو در نظر گرفتم. برای این که حسدم تموم بشه یه نقشه خوب کشیدم. نقشه چیه؟ رسیدن به تو. حالا بهت میگم. بیا این همینه. عثمان خواهرم داره میاد. من قایم کن. تو که گفتی نمیترسم. معلومه که نمیترسم، ولی یه لحظه استرس خدایا گرفتم. من نمیدونم چه گناهی کردم که عاشق تو شدم. برو زیر تخت برو. آروم عزیزم. خیلی عالیه. تو چرا مثل دیوونه ها داد میکشی؟ من داد نزدم، فقط مثل عاشقایی که از عشقشون دور موندن یه گوشه نشستم دارم قصه میخورم. خیلی بمیرم برات. وقتی آدم عاشق یه پسر بی‌خاصیت مثل عثمان بشه باید همینجوری هم بشه دیگه. ای بابا. پتو سبزه کجاست؟ لابلای لباسای زمستونی. آها باشه. زیر تخت چی کار داری ها؟ خب مگه لباسای این زیر نیست؟ میخوام اونا رو بردارم دیگه. و یادم رفته من یادم رفته. چی یادت رفت؟ خب اونو تابستون پارسال انداختمش دور. چی؟ آره خب یه ذره کهنه بود. من به تو چی بگم آخه؟ برای چی پتو یه نور رو انداختی دور؟ برو کنار ببینم. به خدا نمیرم کنار. میخوای چی کار کنی؟ ای بابا دختر زده به سرت. داری چی کار میکنی ها؟ تو باز داری یه کاری میکنی، من بالاخره میفهمم. تو پاک زده به سرت. ایناهاش دیگه امین خانوم. اینم پتوی سبز. تو که گفتی انداختیش دور که. خب با اون یکی اشتباه گرفتم. اصلا معلوم هست تو حواست کجاست؟ حالا معلوم میشه. این اتاق چرا بوی سرکه گندیده میده ها؟ این پنجره ها رو باز کن حداقل هوا عوض شه. بذار کم اکسیژن بره تو مغزت. باشه من الان درستش میکنم، اصلا نگران نشو. عثمان حالت خوبه؟ رفت؟ من خوبم شارژر من. اوه نزدیک بود سکته کنم. حرفتو سری بزن چون ممکنه خواهرم دوباره بیاد. دیگه حوصله قول شنیدن ندارم. میگم که همینه. بابا تو این دنیا بیشتر هر چیزی به چی اهمیت میده ها؟ به من و خواهرم. اگه یکی از شماها بلایی سرش بیاد چی کار میکنه؟ خدا نکنه از غصه دق میکنه. حالا چون بابا تو رو به من نمیده پشیمونش کن. خودتو بکش. تو
تو دوباره داری پرت و پلا میگی عثمان. این چه حرفیه که میزنی؟ دیوونه شدی آره؟ نه عزیزم، من حالم خوبه. فقط میگم که خودکشی کن، بذار بابات قصه بخوره. بعدش هم تو رو میده به من دیگه. آره پسر یه خلوچل اینقدر مزخرف نگو. اگه من خودکشی کنم تو آخه میخوای با کی ازدواج کنی ها؟ منو دیوونه نکن. آره دیگه، منم دقیقا همینو گفتم. ببین یه چیزی یادم رفت. میدونی چی یادم رفت؟ تو باید به شوخی، یعنی الکی این کارو بکنی. یه نامه مینویسی، یعنی انگار میخوای واقعا خودکشی کنی. همین الکی. عثمان برو پی کارت. اینقدر تو حرفات اعصاب منو به هم نریز. مثل یه مرد برو یه راه چاره پیدا کن. باشه همینه، دارم میرم. زود باش. زود باش. دلمه من مگه چی شده؟ دلمه خودتی بابا، برو ببینم. آخی دلم خونک شد. عمو مختار چی شدی؟ بابام سند باغ چایی رو میخواد. ببینم ماما، تو میدونی شمع موتور چیه؟ آره میدونم آقا. اگه تو شمع موتور لازم داشتی چی کار میکنی؟ میرم خونه شما از رو ماشیناتون بر میدارم. میبینی؟ اندازه این بچه هم وقت تو کلت دیست مختار. محمد بیا اینجا پسر، میخوام یه چیزی بهت بگم. الان تو میری خونه ما و دم من میرم پیش فاطمه جونم. بابا بزرگ جونم کجا داری میری؟ کار دارم، برو کنار دختر. من نمیرم کنار. میگم کجا میخوای بری تو این هوایی گرم؟ چرا حرفمو گوش نمیدی؟ فشارت میره بالا ها. اگه میخوای بری کلبه خب صبر کن، بعد از ظهر با هم دیگه میری باشه؟ نه اونجا نمیرم، تا شبم نمیتونم صبر کنم. همین الان میخوام برم. حق نداری جایی بری. تو اصلا چرا به حرف من گوش نمیدی ها؟ امینه چیه انقدر داد میزنی ها؟ چرا داد میزنی؟ چرا داد میزنم؟ خب میخوای باز دهنم باز بشه؟ بابا به همون چی گفته بود ها؟ چرا حواست به بابا بزرگ نیست؟ بابا بزرگ بیا بریم. بیا برای تلویزیون روشن کنم. بیا نگاه کن بابا بزرگ، چرا اینجوری میکنی ها؟ آخ از دست شما ها، نمیدونم قصه کدوم یکیتون رو باید بخورم. تو از کجا پیدا شد؟ اندازه این گلا خوشگل. مثل این گلا خوشگل. تو هنوز سر عقل نیومدی نه؟ میخوای بابا بزرگم رو صدا کنی؟ نه بابا چی صدا کنی؟ خب واسه چی؟ من اینجا رو تازه جارو کرده بودم، دوباره کثیف شد. چرا اینا رو ریختی اینجا؟ دیوونه شدی کار منو زیاد میکنی؟ ظریفه، بازم سوء تفاهم برات پیش اومده. کدوم سوء تفاهم ها؟ با دو تا شاخه گل میخوای منو گول بزنی؟ اینجا پر از گل و بلبله. من فکر می‌کردم خوشت میاد، خواستم خوشحالت کنم. همین. چرا باید خوشم بیاد؟ اینا همش ضرر و زیانه. رفتی اینا رو کندی. برو پی کارت بابا، میخوام حیاتو جارو کنم. میخوای با هم جارو بزنیم کمکت کنم؟ بده. باشه حتما. برو ببینم. برو بچه پر. مگه دیوونه ای آخه دختر؟ برو ببینم. آره دیوونم. تو با من شوخیت گرفته. برو ببینم. برو وحشی. دیگه. خدای به این قشنگی رو پر کرده. خب حیف اینا نیست. چی شد قهرمان؟ نکنه نقشت نگرفتم؟ ولم کن بینم ساواش، به خدا تو عمرم همچین دختری ندیده بودم. بابا این دیوونه است، هیچی خوشحالش نمیکنه. پسر جون یه چیزی به اسم عقل وجود داره. آخه دختری که خودش تو باغ و دشته با چند تا گل که خوشحال نمیشه. تازه رفتی گند زدی به جایی که تمیز کرده. تو مگه منو میپایی؟ از کجا میدونی؟ همه چی جلوی چشم اتفاق افتاد. رایگان برنامه کمدی دیدم. به خدا این دختره از عجایب روزگاره. من تو زندگیم دختری ندیدم از گل خوشحال نشه. مگه داریم آخه؟ نداریم والا. ببین داداش، این کارو با گل پیش نمیره. من زبان اینجور دخترا رو خوب میدونم. باید بری جلوش وایسی مثل مرد باش حرف بزنی. باش آقا سواش، من به حرف کار ندارم، نتیجه رو نگاه میکنم. هری چشم آقا باش، شما الان بهترین نتیجه رو میبینی. نگاه کن. 1000 بار گفتم به من کاری نداشته باشی. به جور میخوای منو تو خونه نگه داری ناره؟ منم الان میرم تا ببینیم. چه خبره تاخه؟ تفنگ همراه تو نداریم بابا بزرگ ها؟ نه من دارم میرم فاطمه رو ببینم. حالا بعدن میکشمتون دیگه. فاطمه کیه بابا بزرگ؟
فاطمه کیه؟ تو چه که فاطمه کیه؟ اگه به کسی حرف بزنی یا به خدا یه دونه تیر خالی میکنم تو اون مخت. نه آخه واسه چی باید بگم؟ میخوای با موتور برسونم ترجمه میخوای؟ نه این یه مسئله چی میگم شخصیه، اصلا خودم تنها میرم. عجب نکنه عاشق شدی؟ میدونی چیه؟ من 40 ساله که این زن رو دوستش دارم. امروز اگه قیامت هم به پا بشه من باید اونو ببینم. ما همیشه برای عشق ارزش و احترام قائلیم بابا بزرگ. تو برو اینجا رو بسپار به من. آفرین پسر، تو خیلی بچه خوبی هستی. ببین اگه به کسی حرفی بزنی یا کلامون میره تو هم. دور از جون بابا بزرگ، من راز دارم، خیالت راحت. جایی که میخوای بری خیلی دوری مراقب باش، هوا گرمه. نه میخوام برم زیارتگاه، اونجا با فاطمه قرار دارم. من از سایه میرم، تو خیالت راحت باشه. میگم این پسرم بچه خوبیه ها، خدا رو شکر نکشتمش. ای بابا شما چرا آب نمیخوری؟ مگه هوا گرم نیست؟ عایشه اصلا مراقب خودت نیستی یا؟ ظریفه بیا اینجا کارت دارم. ای خدا به من صبر بده. آخه اینا چرا آدم نمیشن؟ ظریفه نمیبینی من کار دارم؟ چی میگی؟ تو به این میگی کار آخه؟ داری به 2 تا قاز آب میدی دیگه. بیا 2 دقیقه حرف بزنیم. پسر جون این قازا از بابا بزرگم خطرناکترن، میدونی که. فکر کردی از قاز میترسن؟ نمیترسی؟ یه مرد از هیچی نمیترسه. باشه مشکلی نیست. بیا تو. بیا باز کن. بیا تو اینجا. باز کن. بیا بیا تو. آره مثلا میخوان چیکار کنه؟ بفرمایید. آره ببین. آفرین. آفرین دختره. بدو. چی شد؟ چرا گاز میگیری؟ ناش بزنی. بگیر. برو. آها چی شد؟ خیلی ترسیدی آره؟ هم تو وحشی، هم اینا وحشیان، همتون وحشی. آره وحشی، هم مشکلی داری؟ ترجیح میدم وحشی باشم تا اینکه با تو حرف بزنم. دختر یه دیوونه خودتی. ربانی. آفرین به شما، من به شما افتخار میکنم. فرزندان من بیاد اینجا ببینم. آفرین عایشه دختر گلم، آفرین به تو. دمت گرم ظریفه، پسر خیلی زایه شد. اینا اینجا چی میخوان ها؟ آروم باش قهرمان، چیزی نیست. الان دیگه تو خونه خودت هستی، کسی نمیتونه بهت صدمه بزنه. ساکت شو وگرنه یه چیزی میگم تا صبح بدوی. تو رو خدا یه مرد واقعی باز عین تو با زور بازوش حرف بزنه. بابا خودتو خراب کرده بودی. چی داری میگی؟ باریش پامو داغون کردن. آخ دختره حالمونو گرفته. باید چی کار کنیم ها؟ نظری نداری؟ باز فکر کرد بالاخره یه راهی پیدا. سلام آقایون. و علیکم. سلام بفرمایید. خیر باشه. اسمت نشد حرف بزنی، گفتم یه سری بهتون بزنه. اسم من عامره، پسر آقا رستم. راستی اون تویی؟ ما از بچگی آرزوشو داشتیم پسر آقا رستمو ببینیم. یه چیزایی به گوشم رسیده. هم پسر آقا رستمه هم گوشاش خوب میشنفه. شنیدم که دور و بر دخترای روستای ما میپلکین شما دوتا. ببینم پسر تو حالت خوبه؟ به تو چه ربطی داره ما کجا میپلکیم؟ بله که به من ربط داره. آقا به سر اینجا قوانین ما حاکمه، یعنی قوانین بابام، فهمیدی؟ نه خیلی نفهمیدین. برای صبحی دوباره چی میگردی تو؟ دم نکن. پسر جون اگه یکم عقل کلت هست بزن به چاک. زود باش. بچه ها رو نجات داد، میفهمی؟ چی شده مگه؟ خب چه ربطی داره؟ تو هواپیما این ماسکا که آویزون میشه اول ما میزنیم بعد بچه ها. تو رو خدا یه کاری بکن، بنداز بیرون، خواهش میکنم شناسی، خواهش میکنم. عزیزم آخه از دست من چه کاری برمیاد؟ ماره به اون گندگی تازه من نسبت به مار آلرژی دارم. مزخرف نگو، اگه اون مار نیشمون بزنه هممون میمیریم. آلرژی چیه؟ اینم هست. شما چتون شده؟ بابا چی شده؟ خب بگین دیگه. پسرمون توی پیتون بزرگ. پیتون چیه بابا؟ مگه اینجا آفریقاه؟ برین کنار من درست. نه اگه این از اون جنازه من رد بشی پسرم، تو ندیدیش، اگه بمیرم هم نمیذارم تو بری. ای بابا نه رو خواهش میکنم، برو تنها نذار، نرو خواهش میکنم. بابا شماها دیوونه شدینا. مار کجا بود آخه؟ چرا انقدر شلوغش میکنید؟ واقعا که مسخره است. این کارا واسه من بچه بازیه. برید کنار، برید ببینه. یه برو به هیچ صدایی نمیاد، نکنه مرده. خدا نکنه.
شما از این میترسی؟ آفرین به تو خیلی شجاعی. چیه چه اینجوری نگاه کنی؟ خب شجاعی دیگه. مامان یا دیوونه است یا زبون حیوونا رو میفهمه. میبینید که اینجا همین طوریه. هر لحظه ممکنه یه خطری تهدیدتون کنه. پس بهتره زیاد این اطراف نپلکی. خدایا صبر بده. من خیر و صلاح شما رو میخوام. همیشه که من کنارتون نیستم. خیلی ممنون آقا، بفرمایید. ممنون پسر جان. خواهش میکنم. برو کنار. خیلی زنده آفرین به تو. از من بهتر بازی کردی. سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوبم. من خیلی خوبم آقا رستم. یه کار مهم بهم سپرده. خب به من چه ربطی داره؟ چیزه الان از اونجا میام. گفتم تا موام خراب نشده آقا ببین. نظمات اصلا خوشم نیومد. تیشرتت هم خیلی زشته. معلومه از حراجی خریدی. خیلی بد تیپی. خیلی خدافظ. آفرین محمد. حالا برو مغازه برای خودت یه چیزی بخر. بگو بنویسم به حساب من. بگیر. آن چیه بابا؟ شمعک. به چه درد میخوره؟ به دردم میخوره؟ البته که به درد میخوره. تو به درد نمیخوری. برای چی هنوز اینجا وایسادی؟ اینم که رسید. دیگه چی میخواین ها؟ برید ببینم زود باشه. بیا بریم عثمان. باید اون آدم رو از روستا بفرستیم برم. را بیا بریم. میگم درست نیست که اینجا رو ببندی. من اینجا میمونم، شما بریم. این وقت روز کی میاد اینجا؟ بودو بریم پسر جو. بابا جان قربون سیبیلات، عجله کار شیطونه. من خودم حساب اون شیطون رو میرسم که دیگه از این کارا نکنی. جهنم خالی شده. همه شیطونا جمع شدن اینجا. بریم ببینم ابلیسا. زود باشید. بودو پسر بودو را بیا. یه مشت نکبت داره من. یه سیبه میگه امینه منو میکشدم. خدا به آقا رستم. به سلامت.